بسم الله الرحمن الرحیم. من عبدالله جانبی چه دهستان چاهان شما خدمتم. مروچی یک کهنه بلوچی شعری بتلیش من حضور پیش بید. امیدی که شما را دوست و پسند بید و شما وقتی زندگی وقتی دیوان وقتی مجلسان تو که یه بتلا بتونه استفاده کنه و راه را باندی آیا پدگران هم پیش بداره. بتل اشی که کاوش کشید می دلا گواتی نجند نود شانزند می سریگ نمبین نبید. دیگه من تکرار کنم. کاوش کشید و می دلا گواتی نجند نود شانزند و می سریگ نمبین نبید. یه بطل مفهوم و کاربرد یه دابا این که اگر یه ملکی آباد و سیر ببید، کشت و کشار ببید، امکانات و رفاهیات ببید، بله پا مردم پا رایت واسطه امکانات قابل استفاده مبید و ثمره مبیدی گره بطل ودا استفاده بید. بچیه که گوشم ملک آباده لیکن ما ایا آبادی ہمارا بحری نیستیم. می ملک ثروتمندی ملکی بله مارا یا ثروت بحری نیستیم. ما و گرفتاریم، ما و حقیریم، ما و مذلت تو که زندگی کنگیم. گرای بطل ودا کاربرد بیتیم. امید شما را دوست و پسند بید. اگر شما را دوست بید اوتی سنگت و رفیقا یہ بطلا شعر بکنید. عبدالله جانبی چه دهستان چاهان شهرستان نیک شهر.